بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ششمین جلسه از جلسات شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و در جلسه گذشته مبحث تاریخچه سیاست اسلامی یا اوضاع تاریخچه سیاست و اوضاع سیاست قبل از اسلام در خارج از شبه جزیره عرب را خواندیم و در این جلسه دو مبحث را می‌خوانیم. یکی مقارنه بین اوضاع سیاسی یا سیاست قبل از اسلام در خارج از شبه جزیره عرب که سیاست‌های مختلف، سیاست رومانی‌ها، کاتولیک‌ها، فارس‌ها، چینی‌ها، هندوها، هر کدام در جلسه گذشته خواندیم. حالا یک مقارنه صورت میدیم بین او سیاست‌ها و سیاست اسلامی که چه تفاوتی وجود داره، که به این طریق میتوانیم بعضی از علامات بسیار بارز و شاخص سیاست اسلامی را بشناسیم. و همچنین در این جلسه بحث دومی که میخوانیم سیاست در شبه جزیره عرب قبل از اسلام چه اوضاعی داشت، چه وضعیت سیاسی وجود داشت در شبه جزیره عرب و همچنین مقایسه و مقارنه او با سیاست اسلامی. خب ابتداً صفحه کتاب را خدمت شما دوستان عزیزان ارائه بکنم و در ابتدا عنوان می‌بینیم مقارنتون بین نموذج سیاسی الاسلامی و نماذج سابقه، یک مقارنه بین نمونه سیاسی اسلامی یا سیاست اسلامی و نمونه‌های سابق. نمونه‌های سابق خب شما خواندیم سیاست هندو، چین، یعنی سیاستی که در هند بود، سیاستی که چینی‌ها داشتن و رومانی‌ها، کاتولیک‌ها، فارس‌ها. ابتداً گفته ان العلاقه بین الحاکم و المحکوم مباشره. یکی از ویژگی‌ها و خصوصیات در سیاست اسلامی این است که رابطه و علاقه بین حاکم و محکوم، یعنی دولت و رعیت، باید مستقیم باشه. لا تعرف الوسیط، واسطه نباید باشد. یعنی مردم خیلی مستقیم بتوانند به مرجع ذی‌ربطی که مشکل خود را حل میکنن باید به او برسن، به امیر خود، به رئیس خود، به کسی که همون مسئولیت داره. نه اینکه 7 خان رستم هم سپری بکنن بازم نتوانن که امو حاکم خود رو ببینن و به حساب رهبر خود رو ببینن. لذا یکی از مسائل بسیار اساسی و عمومی در سیاست اسلامی است. ولا یفصل بین الاثنین ایة عقبه اجتماعی و نظامیه. هیچ یک مشکل اجتماعی یا نظامی نباید فاصله بیاورد بین رعیت و بین دولت، نباید چنین بشود. و لذا ای که رئیس یک دولت، امیر یک دولت، اصلا مردم او را نبینن، حتی نفهمن زنده هست یا مرده، اصلا وجود نداره، حتی در رسانه ها او را نبینن، این در اسلام هیچ جایگاهی ندارد. چون یکی از اساسات ایه که باید علاقه مستقیم وجود داشته باشه تا مردم بتوانن اعتماد کنن، تا بتوانن داد خود برسانن، تا بتوانن مشکل خود حل بکنن. نه اینکه او در عالمی باشد و رعیت در عالمی. مثل همون جریان پادشاه میشه که دختر پادشاه رو گفتن که مردم نان ندارن بخوره، گفت خیر کلوچه بخورن. خب می داشتن که میخوردن، خب نان ندارن. او چی میفهمید بیچاره؟ او در قصر تیر کرده بود. دوم، العلاقه سیاسیه. البته شما دیدین که در بعضی از سیاست‌های گذشته قبل از اسلام چنین چیزی نبوده و این یکی از ویژگی‌هایی بوده که اسلام به وجود آورده. و لذا می‌بینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم به عنوان اولین شخص دولت اسلامی و رهبر دولت اسلامی یا امیر مسلمان ها می‌بینی که مستقیم با مردم در ارتباط است و یک زن هم میتواند بیاید مشکل خود را بگوید، پیرزنی، کنیزی، مردی، هر کس میتواند بیاید مشکل خود را بگوید. و همچنین در زمان ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب و دیگر بزرگان دین. و حالا درسته بدون شک در زمان ما شرایط فرق کرده، مردم نفوس زیادتر شده و باید که کارها چی بشه، تنظیم بشه، سپرده بشه به افرادی مثلا وزارتخانه‌های، ریاست‌هایی. بدون شک به جهت کثرت افرادی که صورت میگیره و مثلا در گذشته در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم به این شکل بوده که پیامبر هم امیرالمؤمنین بوده، به اصطلاح هم قاضی بوده، هم قماندان جنگ بوده، همه کارها رو انجام میداده. شرایط اون زمان فرق میکرده و افراد کمتر بودن، اما در زمانهای بعدی باز میبینیم تفاوت‌هایی به وجود آمده و به این علت میبینیم که در زمان ما هم همچنین کارها به جهت کثرت کارها نمیشه که رئیس دولت کل کارها رو انجام بده، تقسیمات میکنه.
وزیرها رو تقسیم میکنه. اصلا وزیر یعنی کمکگار، همکار. وزارتخانه های درست میکنه و در هر وزارتخانه ریاست هایی است و هر کدام اینها میان وظایفی که مختص اونها سپرده میشه. مثلا در بخش فرض کنیم تعلیم و تربیه کاری داریم دیگه، نمیریم پیش امیرالمومنین، میریم به وزارت تعلیم و تربیه، یا در هر شهری که هستیم میریم به ریاست تعلیم و تربیه، مشکل خودمون اونجا حل میکنیم. مگر اینکه موضوعی باشه که به اینا دیگه حل نشه، مجبور باشی بره به جای بالا به خود رئیس دولت برسه. و به این خاطر این کاملا یک چیز اجتناب ناپذیره، این کاملا به جایه. اما چنین نباشد که به هیچ وجهی در هیچ حالتی مردم نتوانند رئیس دولت خود ببینند و با او در ارتباط باشند. دوم، تفاوت سیاست اسلامی با سیاست های قبل از اسلام در غیر شبه جزیره عرب. العلاقه السیاسیه تنبع من مفهوم العلاقه الدینیه. ببینید در سیاست اسلامی کلا سیاست از یک مفهوم دینی سرچشمه میگیره، تدبیر امور مردم بر اساس آنچه که الله دستور داده و تحدد بها. سیاست بر اساس قوانین شرعی مشخص میشه، معلوم میشه. فعلاقه المسلم بکتاب الله، مسلمان بر اساس اینکه به کتاب الله رابطه دارد، به سنت پیامبر رابطه دارد، به تعالیم الله و رسول رابطه دارد، که این تعالیم روابط علاقه سیاسی میه مشخص میکنه. به این طریقه که به دولت خود نگاه میکنه، به این چشم نگاه میکنه، بر اساس سیاست صرف نه، بلکه بر اساس اینکه دین به من دستور داده است در این راستا، در این راستا، در این راستا. و در حالی که در سیاست های دیگه چنین نبوده. سوم این که شاید بعضی بگن در سیاست کاتولیک بوده، بر اساس دین بوده. نه، او یک چیز ساختگی بود، بر اساس دین الله و سنت عیسی علیه السلام نبود. چیزی بود که کلیسا برای خود ساخته بود و کاملا در تاریخ این ثابت است که اینها با در 325 میلادی با در مجلس نیقیه با چی ساخت و باخت کردن، در واقع با رومانی ها، و دین تغییر دادن، همه به هم زدن. دیگه اینکه در اسلام رابطه‌ای که وجود داره بین دولت و رعیت کفاحی هست، یعنی اینکه حالت تلاش، کوشش و زحمت کشی است. و لحاظا می‌بینیم که هر مواطنی، هر شهروندی مطالبه میشه به دعوت به سوی الله متعال. لحاظا شهروند میتونه رئیس دولت رو نصیحت بکنه، دعوت بکنه به سوی الله متعال و نشر کنه تعالیم اسلام رو به کل الوسایل مشروع و دولت تفعل ذلك. دولت هم کار میکنه، رعیت هم کار میکنه. دولت حق نداره جلوی ملت بگیره که شما حق ندارین در باب چی دعوت به دین اینها کار کنین، فقط ما دولت هستم ما باید کار کنم. یا هر کس که این یکی از مسائل بسیار مهم است. متاسفانه بعضی از دولتمردها و سیاستمدارها میخوان در این باب مداخله بکنن. در گذشته هم همچین چیزایی شنیده میشد. البته در افغانستان میگیم به هر صورت در بعضی کشور کامیاب در افغانستان نشدن، اما در بعضی کشورها متاسفانه این حالت وجود داره و او ایه که عالم وقتی به منبر بالا میشه صحبت بکند باید اول ببینه دولت چه چیزی اجازه میده که او بگوید، چه چیزی را اجازه نمیدهد که او بگوید. یعنی آزادی نداره عالمی که میخواد صحبت کنه. در خیلی از کشورها خطبه روز جمعه عالم از طرف دولت میاد همین چیز باید بخوانی برای مردم، در حالی که اگر این خطبه برای این باشه که بعضی علما چیه به یک نظمی باشه، با یک صحبت موافقی انجام بدهن، به توافق خود علما باشه، از مرجع علمی از طریق علما به توافق خود علما باشه، کار خوبی است. اما این که دولت خواسته باشه به این طریق علما را محدود بکند، دعوت دینی را محدود بکند، یا اینکه فلانی تو سند داری که دعوت میدی یا نه، این کاملا اشتباهه. ها یکی که یک نفر میبینن که این حرف خلاف دین میزنه، به نام دین آمده حرفای اشتباه میزنه، یا اصلا عالم نیست آمده حرفای غلط میزنه، این باید چی بشه؟ باید که زیر نظر قرار بگیره و بازخواست بشه و حتی منع بشه. اما نه اینکه والله اگه سند داشتی و طبق اهداف ما صحبت کردی درست نکردی اجازه صحبت نداری. این در اسلام چنین چیزی ما نداریم، بلکه رابطه کفاحی است. یعنی مردم هم تلاش و کوشش خود میکنن، دولت هم در باب دعوت به دین و امور دیگر. و هذه العلاقه چهارمین تفاوت، و این علاقه مطلقه غیر مقیده هست. یعنی همین رابطه کفاحی و رابطه تلاش و کوششی که وجود داره مطلق است، مقید نیست به گروهی یا به طبقه‌ای. این طبقه حق دارن
دعوت بدهن، حق دارن امر و معروف بکنن، او طبقه حق ندارن. و تمیز بین حاکم و محکوم هو تمیز و وظیفیون. ببینید یکی از خصوصیت ها در سیاست اسلامی است که این که تفاوت وجود داره بین رعیت و دولت، که این رعیت است و دولت است، این فقط به اعتبار وظیفه هست. او چنین وظیفه‌ای دارد، این وظیفه رو دارد. این رعیت است و دولت است. این به اعتبار رتبه و مقام و اینها نیست که بله او کارهایی میتونه انجام بده که او کارها نمیتونه انجام بده، البته در باب دعوت الی الله در این باب. و اذا اقترب نظام حکم الاسلامی، حالا میگه اگر ما نظام حکم اسلامی را بیایم نزدیک بسازیم و مقارنه کنیم با نمونه فارسی، در نمونه فارسی ما و شما قبلا خواندیم که اصلا پادشاه و رئیس دولت به عنوان خدای حساب میشد و لحاظ نظام طبقاتی وجود داشت. یک عده مردم پست این شهر کشور بودند، شهروند پست بودند و خیلی از حقوق نداشتند. یک عده شهروند عالی بودند و خیلی از حقوق را داشتند. اینی که ما با هم مقایسه بکنیم، لن یصل الى المبالغات التي عرفتها تقالید الحكم الفارسی. هرگز نمیتونه که نظام اسلامی نزدیک بشه حتی برسه به او نظام فارسی. اصلا مثل اون نیست، کاملا متفاوته. نظام طبقاتی و تعلیه الحاکمی که حاکم خدا باشد اصلا این چیز وجود نداره. در مقارنه ای که بکنیم بین نظام حکم اسلامی و حکم غیر اسلامی، و این چیزی بود که اسلام یعنی در واقع به وجود آورد. نظام های خداگونه ای که اینها درست کردن و هر کدام به نام خدا برای خود حکومت های درست کرده بودن، اسلام در واقع آمد اونها را از بین برد. در خیلی از کشورها به همین خاطر بود که اسلام پیروز شد. سیاست اسلامی بردش از همین بود. در فارس مردم رو به اسلام آوردن، در روم رو به اسلام آوردن، شام و سوریه و یمن و عراق و فلان و فلان و فلان و فلسطین و اینا که عموما به طرف اسلام رو آوردن. علت اصلی این مسئله بود که نظام طبقاتی میدن از بین رفته، عدالت اجتماعی به وجود آمده، ظلم از بین رفته، هر کس به حق خود میرسه. پنجم، علاقه به امروز هم اگر همون چیز بیایه، وقتی میگیم سیاست اسلامی باید این چیز بیایه، این نظام های طبقاتی، این پارتی بازی ها و این ظلم ها باید از بین بره، استبداد از بین بره، آزادی بیان به معنای واقعی، نه لجام گسستگی، توهین به دیگران، اینکه هر کس از حق خود دفاع کند، این باید در جامعه به وجود بیاید. پنجمین مسئله خصوصیت یا مقارنه بین سیاست اسلامی و سیاست قبل از اسلام، ان العلاقه السیاسیه ظلت تمتاز بالبساطه. یکی از ویژگی های سیاست اسلامی سادگی اوست، خیلی پیچیدگی نداره، خیلی اون بپیچانن مثل سیاست یونانی، یک چیز تخیلی و خیالی که با عالم واقع نمیتونست تطابق بخوره یا خیلی پیچیده، خیلی ساده، خیلی راحت میشد که تطبیق بشه. فلم تعرف المثاليه المجرده التي عرفها النموذج اليوناني. و اصلا او سیاست اسلامی نمیشناخت او شکل آرمانی و تخیلی سیاست یونانی را که در نمونه یونانی معرفی شد، و نه هم ترکیب نظامی که دو نموذج رومانی، دو نمونه رومانی و کاتولیکی بیان کردن. اون یک ترکیب نظامی داشتن که نظامی که کلیسا بود، نظامی که دولت بود و کارهایی که داشتن، این شکل هم اصلا در اسلام وجود نداشت. الاستیعاب المطلق الذي سيطر على النموذج القومی، او عمومیتی که در نمونه قومی یعنی در دموکراسی بود، در نمونه قومی که مردم کلا هم اختیار از مردم بود و حاکم خیلی صلاحیت های بسیار محدود بود. اصلا کلا نظام دموکراسی عکس العمل تئوکراسی بود. تئوکراسی یعنی نظامی که به نام الله درست کرده بودن، به نام خدا درست کرده بودن، نظام کلیسا، و سر تا سر بر مردم ظلم میکردن، استبداد داشتن. دموکراسی در مقابل او آمد و لحاظا چون عکس العمل بود خیلی افراطی بود، باز که کلا حاکم دیگه هیچ صلاحیتی ندارد، همه از مردم است و حاکم یک بازیچه‌ای بود. و لحاظا اینجا مردم فریب خوردن که بازیچه دست یک عده از زورمندها و قدرتمندها شدن، چون در کشور کسایی که به پارلمان میرسن امروز هر کسی نمیدانه، کسایی هستند که با حزبی تشکیل بدهن و پول داشته باشن و بتونن تبلیغات کنن و کاری انجام بدهن، در تبلیغات خود معرفی کنن برای مردم. و لحاظا همچین افرادی میرن اونجا و همچین افرادی هم بالای حاکم رئیس دولت مسلط میشن. دولت به دست این افراد باز میفته، باز مردم بازیچه دست اینها هستند. و این عمومیت استیعاب یعنی در بر گرفتن مطلقی که
در نمونه قومی بالای حاکم مسیطر و مسلط هستند، این در اسلام اصلا وجود ندارد. در سیاست اسلامی، در سیاست اسلامی هم مردم نظر بدهند، رأی بدهند، هم صلاحیت های حاکم زیر سوال نرود و توهین به حاکم نشود، طوری باشد که هر دو به حالت اعتدال با هم پیش برود. ششم، ان النموذج الاسلامی یجمع بین الفکر و الحرکه. نمونه اسلامی دو چیز رو با هم جمع میکنه، هم تفکر هم حرکت، یعنی قوت و انجام کار. و یقیم توازنا بین الحاکم و المحکوم، توازن ایجاد میکنه. یعنی چنین نیست که مثل نمونه یونانی چیزی باشه که قابل به انجام، قابل عمل نباشد. و فی نفس الوقت فان السیاده بحاجه للقوه. شکی نیست که در عین حال رهبریت، بزرگی برای مردم نیاز به قوت دارد. باید دولت اسلامی قوی باشد که بتواند امنیت مردم خود را تأمین کند و بتواند از حکومت خود دفاع بکند. و ان القوة تحمی الشریعه، قوت است که شریعت را حفظ میکند. و این کاند لا تصنع، قوت شریعت نمیسازه، قوت نمیتونه دینی درست بکنه، اما از او دفاع میکنه. در جلسات گذشته هم گفتیم سخن شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله که دین پیش نمیرود مگر به کتابی که رهنما باشد و به شمشیری که دفاع کند. هر دو نیاز است. و این امروز در کل دنیا چیز ثابت شده است. البته امروز دشمنان اسلام میخوان چنین بیان تلقین بکنن که نه، اسلام به زور شمشیر پیش رفته، شمشیر اصلا به کار نیست. و امروز شماهایی که در دنیا ابرقدرت هستین، همه بزرگترین افتخار شمایی است که بله ما بمب اتم درست کردیم، ما مثلا چی داریم، موشک‌های فلان فلان داریم و طیاره فلان داریم و تانک فلان داریم و شما به این افتخار میکنین. اینا برای چیست؟ خب قوت است. قوت برای حفظ همون چیزی است که به او عقیده دارین، اعتقاد دارین. بلحاظ پس این چیز خوبی است، مگر اینکه بگین که برای شما خوب است، برای مسلمان ها اگر داشته باشن بد است. این چیزی که امروز تبلیغات کردن و متاسفانه عده‌ای از مسلمان ها فریب این مسئله رو خوردن. خب از این بحث تمام بشیم، میایم ثانیاً السیاسه عند العرب قبل الاسلام. در شبه جزیره عرب سیاست چگونه بوده؟ ببینید در شبه جزیره عرب سیاست به شکل عمومی نمیتونیم بگیم یک نظام سیاسی خوبی مناسبی وجود داشته. غالبا یا نظام سیاسی نداشتن یا اینکه تابع کشورهای همسایه خود بودن، ابرقدرت‌ها بودن و دو ابرقدرت در اون زمان وجود داشت، یکی فارس، یکی روم. روم که میگیم یعنی منظور ترکیه امروزی، روم سابق که منظور روم شرقی، البته روم شرقی. خب لحاظا میبینیم که اینا یا مطابقت از اون میکردن یا از این میکردن. بعضی ها اول گفته جنوب جزیره عرب، در جنوب شبه جزیره عرب میگه وجدت بعض الممالک فی جنوب الجزیره العربیه، میگه در جنوب جزیره عرب به همراه قلت معلومات از اونها، معلومات زیادی هم از اونها نرسیده، میگه به اساس اون معلومات فانها تعطی صورتا عامه، این معلومات یک صورت عمومی میده از وجود یک نظم سیاسی در آن منطقه ها. یک نظم سیاسی خلاصه در جنوب شبه جزیره عرب وجود داشته. از بارزترین آنها مثلا مملکت معین در شمال یمن، البته که بین سالهای 1200 قبل از میلاد تا 630 قبل از میلاد. قبل از میلاد یعنی حتی قبل از کنفوسیوس که ما شما قبلا خواندیم 500 سال قبل از میلاد. خب به هر صورت در اون زمان همچنین حکومتی وجود داشته، یک سیاستی وجود داشته، دولتی بوده. مملکت سبع او هم در جنوب یمن بوده در سالهای بین 950 قبل از میلاد تا 115 قبل از میلاد، حکومت‌های طولانی 600-700 ساله. و وارثت مملکت معین و این مملکت سبع وارث مملکت معین بوده، بعد از اونها بوده. مملکت قطبان بوده، دولت عربی در جنوب بوده، تقع فی اقصا جنوب بلاد الیمن، در آخر کشور یمن بوده، در سالهای بین 1100 قبل از میلاد تا 25 قبل از میلاد بوده. وقت آثرت دولت المعینیه و سبعیه، معاصر بوده با دولت معینیه و سبعیه، البته در اواخر اونها دیگه. مملکت همیری ها دیگه مشهور هستند در تاریخ. مملکت همیر در یمن بوده، بین سبع و بحر احمر در این منطقه بودن و این در سال 115 قبل از میلاد بوده و مملکتشون 640 سال ادامه کرده، یعنی بعد از اسلام هم بوده. خب ببخشید بعد از میلاد مسیح، یعنی بعد از میلاد هم بوده، بعد از اسلام نه، بعد از میلاد مسیح بوده. دوم شمال جزیره، این که جنوب شبه جزیره عرب بود، طرف یمن و اینها.
در شمال شبه جزیره عرب که میشه طرفای شام و اینها نزدیک اونها میشه، مملکت مناظره بوده. مناظره آل منذر به اصطلاح، آل منذر ابن منذر. هاجرت بعض القبائل العربیه من الیمن، بعضی قبایل عربی از یمن هجرت کردند و در شمال شرقی جزیره عرب وطن گرفتند و انشأ دولت المناظره. در آنجا دولت آل منذر را، منذری ها را به وجود آوردند که از هیره را برای خود پایتخت درست کردند، عاصمه کردند. و قد حاول المناظره تقلید حضارت الفرس، اینها تقلید از تمدن فارس ها کردند، چون در روز ما گفتیم این دو ابرقدرت بوده، فارس و روم، و لحاظا کشورهای ضعیف از اینا تقلید میکردن، فرهنگی نداشتن، از خود چیزی نداشتن. فاحاط ملک الحیره نفسه به مظاهر بلاد الفارسی، ملک الحیره، پادشاه حیره، در قصر خود، بلاد یعنی قصر، در قصر خود همون مظاهر قصر فارس را گرفته بود، یعنی قصر خود به شکلی ساخته بود، داخل او علامات و شکل‌هایی درست کرده بود مثل که در فارس بوده، امپراتوری فارس قدیم. مملکت قساسنه بوده. نشأت من القبائل التي هاجرت من اليمن. قساسنه یا آل غسان، اینها قبایلی بودند که اینها باز از یمن، یعنی اکثر دولتمردهای شبه جزیره عرب در واقع از یمن بودند. اینها از یمن هجرت کردند و جای گرفتند در شمال غربی و شمال شرقی بودی، شمال غربی جزیره عرب، منطقه اردن، جنوب سوریه، به یک منطقه آبی بوده اونجا اسمه غسان، اما منطقه غسان بوده. اینها به نام قساسنه یا آل غسان یاد میشن و اینها باز رومی ها با قساسنه توافق بسته کردن، اینا باز به طرف رومی ها رفتن نزدیک، چون به مرزهای اونا نزدیک بودن، مثل که فارس ها به همراه مناظره آل منذر پیمان بسته بودند. و کانت دولت الغساسنه تحکم بخلیط من العادات العربیه و قانون الرومانی، و آل غسان حکومتشان مخلوط بود، بعضی از عادات عربی داشتن، بعضی از قوانین رومانی ها را داشتن. سوم، بلاد حجاز، خود سرزمین حجاز، مکه، مدینه و ما حولش. لم يكن للعرب في بلاد الحجاز نوع من الحکومات المعروفه الان. هیچ کدام از حکومت هایی که ما و شما امروز میشناسیم اصلا حکومتی نداشتن که مثلا فرض کنیم تمام این منطقه ها همه در زیر سلطه یک رهبر باشد و همه را یک نفر مثلا مدیریت کند به اسم پادشاه اینها، سلطان اینها، امیر اینها، هر اسمی که باشد. ولم یکن لهم قضاء یحتکمون الیه، قاضی نداشتن که وقتی مشکل داشته باشن برای پیش او. دولت خب باید یک امیری داره، قاضی داره، حکومت و روابطی با کشورهای دیگه داره، عهد و پیمان‌های بسته میکنه، یعنی مسائل چی داره، دیپلماسی، ارتباطات با کشورهای دیگه داره. خب این چیزی بود که اینها نداشتن، در شبه جزیره عرب اصلا وجود نداشت. او جهاز امن یا سیستم امن داشته باشن، اصلا سیستم امنیتی نداشتن که امنیت را چی کند، برای مردم خود بیاورد، یقر النظام و یحافظ علیه، اصلا این چیزا وجود نداشت. نظمی به وجود بیاورد، محافظه نظام بکند، ولا حتی جیشون، لشکر. خب دولت وقتی میگیم یک کشور این چیزا هم لازم داره دیگه، سیستم امنیتی به کار داره، مثلا قضاوتی به کار داره، امیری به کار داره و دیگه لشکری لازم داره، و اینها حتی لشکری نداشتن که در وقت خطرهای خارجی از اونها دفاع بکنند. ولم یکن ثمة سلطه تضرب علی ایدی المعتدین، سلطه و قدرتی نبود که تجاوزکاران را جلویشان را بگیرد. در این کشور هر کس میخواست دزدی میکرد، یعنی قبایل بود، حکومت قبایل بود و هر قبیله زور بود هر چی دلش میخواست میکرد. پس دولتی نبود، یک حکومت قبیله ای بود. و توقع العقاب علی المجرمین، چی به حساب دولتی باشد که عقاب را بر گناهکاران و مجرمین واقع کند. و انما کان الرجل المعتدى علیه یثأر لنفسه بنفسه، کسی که بر او تجاوز میشد خودش باید برای خود انتقام میگیرید. نظام انتقام جویانه قبیله ای بود. و علی قبیلتی ان تشد ازره، قبیله‌اش هم باید که پشتیبانی او رو میکرد، دفاع میکرد، از محکم میکرد پشتیبانی او را، ازره یعنی پشتیبانی او را. و قد وجد فی مکه نوع من الوظائف، ها در مکه مکرمه یک وظایف وجود داشت که نمیتونه بگیم این دولت بوده. قبل از اسلام، مثلا زمان عبدالمطلب یا قبل او یا بعد او تا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، چیزی به نام دولت وجود نداشت. بعضی وظایف وجود داشت، شاید نفر بگه اینا دولت بوده، نه، وظایفی بود، مثلا خدمت برای حاجی ها میکردن و آب میدادن و خدمت برای خانه کعبه میکردن. خدمت برای خانه کعبه حجابه میگفتن، آب دادن گروه سقایه میگفتن، نان دادن رفاده میگفتن. اما اینها یک وظیفه های تشریفاتی بود، اینا چیزای دولت نمیتونه بگیم. میگه که
یک نوع وظایفی بود که لم تکن موجودتا فی بلد من البلاد العربیه. به دیگه جاها این چنین وظایفی نبود. و به چی خاطر؟ چون یک مرکز دینی بود بین دیگه چیا، حتی قبل از اسلام هم، به خاطر ابراهیم علیه السلام که خب خانه کعبه ساخته بود، از قدیم بود و حاجی‌ها اونجا می آمدن. لحاظ حصرها بعض الباحثین فی 16 وظیفه، 16 وظیفه رو اونجا ذکر کردن، از جمله حجابه، سقایه و رفاده، که در واقع اینها سلطه سیاسی نیستند و اعتبروها نوع من انواع سلطه سیاسیه. خود اونها این یک سلطه سیاسی میشمردن، اما والاقرب انها وظایف شرفیه و در واقع اینا وظایف تشریفاتی بود. تطلبها طبیعت البلاد، طبیعت اون کشور خواهش میکرد که همچین چیزی به وجود بیاد و ظروف و حجاج، شرایط حاجی‌ها بود و لیست نوع من انواع سلطه سیاسی، اصلا سلطه سیاسی نبود. و مما یؤکد الفراغ سیاسی. پس ببینید در شبه جزیره عرب کاملا یک خالیگاه سیاسی بود، از لحاظ سیاسی کاملا خالی بود. یعنی در کل جهان که بگردیم این کشورهای مشهوری که بودن، شبه جزیره عرب جایی بود که هیچ حکومت و هیچ دولتی در اونجا و سیاستی وجود نداشت. الذي كانت تعيشه بلاد الحجاز، حال وضعیت و حالتی که کشورهای حجاز، ببخشید شهرهای حجاز چی میکرد؟ در روز زندگی میکرد. ما حاصل از جمله چیزهایی که تاکید میکنه این مطلب را، جریان ابرهه اشرم است. ابرهه بینی بریده ای که اشرم بینی در جنگ بریده شده بود، مشهور به ابرهه اشرم بود. وقتی برای خراب کردن خانه کعبه آمد، خب دیدیم که نه لشکری وجود داشت، نه قدرتی، نه سیاستی، هیچی نبود و عبدالمطلب کلا رفت پیش او و گفت اون شترهای مرا پس بده. اما در رابطه با خانه کعبه گفت من قدرتی ندارم دیگه. ولم يناقشه في مسیر مکه و اهلها، اصلا در مورد مکه و اهل مکه مناقشه نکرد بود. و اختلاف اهل مکه فی وضع الحجر، دیگه میبینیم که وقتی خانه کعبه اینا بازسازی کردن، میخواستن اعمار جدید بکنن، اختلاف پیدا کردن سری که سنگ حجر اسود رو کی بگذارد نزدیک بود بزنن سر و کله هم دیگر خیلی کشت و کشتار بشه. چرا حالا این کار کردن؟ خب چون دولتی نبود، رهبریتی نبود، وگرنه حکم میداد مشکل حل میشد دیگه. در وقت تجدید بنای کعبه نبود قانونی. ولو کان هناک سم سلطه سیاسیه، اگر یک سلطه سیاسی در آنجا می بود در بلاد، لکانت هی المرجع فی مثل هذه المشکلات، در مثل همچین مشکلاتی مرجع میشد، مشکل حل میشد، اما نداشتن. یک چیز در بین اینها بود، بعضی اموری داشتن که شبیه بعضی امور سیاسی بود، لكن هذه القبائل العربیه عرفت نوعا من الممارسات، نوعی از انجام کارها، نوعی از کارها رو داشتن شبه سیاسی بود، مثل عهد و پیمانهایی داشتن، احلاف عهد و پیمانها، جوار پناه دادنها، بعضی چیزها رو داشتن. و احلاف جمع حلف است، در اصل به معنی قسم، اینجا به معنی پیمان است و هو فی الاصل المعاقده و المعاهده، منظور عهد و پیمان است، علی التعاضد و التصاعد و التناصر، عهد و پیمان بر این پشتیبانی از همدیگر، کمک کردن یکدیگر، یاری دادن یکدیگر. و احلاف جاهلیه، پیمانهای جاهلیت انواع و اقسام بود، بعضیا بر خیر بود، بعضیا بر شر بود. بر خیر مثل حلف الفضول که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله قبل از بعثت البته صورت گرفت. حلف الفضول عده‌ای از بزرگان قریش در خانه شخصی از قریش به اسم عبدالله بن جدعان جمع شدن بر اینکه از هر مظلومی در مکه دفاع بکنن. الا یجدوا بمکه مظلوما، اینکه در مکه هیچ مظلومی را نیابند مگر اینکه به همراه او بایستند تا اینکه مظلمه او به او برگردانده شود، حق او به او برگردانده شود. این حلف الفضول بود، پیامبر در او اشتراک کرد و بعد از اسلام گفت اگر باز هم به همچنان جلسه من دعوت شوم من اشتراک میکنم، به جایی که حق مظلومی از ظالمی گرفته بشود. حالا این چی بود؟ به اصطلاح حلف بر خیر بود، پیمان خیر بود. بعضی اوقات هم به شر باز پیمان میکردن، مثل تحالف و پیمان قریش بر به حساب محاصره اقتصادی پیامبر صلی الله علیه و آله 3 سال و بنی هاشم کلا و بنی المطلب و پیامبر را و اصحابش را و بنی هاشم را در شیب ابی طالب. فما کان منها علی الخیر. حالا او چیزهایی که عهد و پیمان هایی که بر خیر داشتن اسلام او را تقویت کرد، اونایی که بر شر بود اسلام او را باطل کرد. فقط زاده الاسلام توثیقا، اویی که خیر بود اسلام او را بیشتر محکم کرد. و ما کان منها علی الشر فقط ابطله الاسلام و نقضه، اسلام او را شکست و باطل کرد. اما جوار پناه دادن یعنی حمایه، منع المستجیر، حمایت کردن و دفاع کردن برای شخصی که مستجیر باشد، یعنی پناه بخواهد.
و در جاهلیت بعضی را پناه میدادن. این قانون در بین عرب ها وجود داشت، از صفات خوبشان بود. ولی البته در بعضی حالات، بعضی جاها با ظالم هم پناه میدادن، از ظالم هم دفاع میکردن. ولا يحب احد من تسمع العرب انه اخفر في رجل عقد له. یعنی یکی از چیزهایی که خیلی بد میبردن این بود که عرب ها بشنوند که فلانی را پناه داده، باز بعداً در پناه او ناکام شده. اخفر فی رجل، ناکام شده در مورد شخصی که با او عهد بسته. این خیلی بد میشمردن و تا پای خون از او دفاع میکردن و لحاظا چیزی به نام عقد ذمه برایشان خیلی مهم بود. عقد ذمه پیمان بستن و در اسلام هم عقد ذمه باز با کفار هست، باز این هم یک بسیار عقد محکم و متین و قوی هست. و پناه دادن در جاهلیت منحصر در حمایت از ظلم فقط نبود، بلکه گاهی اوقات ظالمین را هم پناه میدادن. قبلا هم گفتیم در حالی که الله و رسول رو تحریم کردن، اسلام رو تحریم کرد و توعد فاعله بالعذاب، انجام دهنده‌اش را به عذاب وعید داد، گفت نه این کار نباید بشه. بلکه حدیث مشهور پیامبر صلی الله علیه و سلم که انصر اخاک ظالما و مظلوما، روایت صحیح البخاری است، برادر خود را چه ظالم باشد چه مظلوم باشد یاری کن. البته این مقوله در زمان جاهلیت هم بود. البته اونا میگفتن که از ظالم طرفداری کن، یعنی واقعا طرفداری کن. لحاظا صحابه تعجب کردن، گفتن چگونه طرفداری کنیم؟ مظلومه که خوب طرفداری میکنن، از ظالم چگونه طرفداری کنیم؟ گفت دستش را بگیر که ظلم نکنه. منظور این است جلو ظلم ظالم را بگیری، یک کمک به خود ظالم است. و قبایل عرب قبل اسلام بسیار پراکنده بودند، متناحر، با هم درگیر بودند، یک سره با هم جنگ داشتند. اصلا اینجا کجا یک سیاست واحدی وجود داشت؟ نداشت دیگه. چنانچه الله سبحانه و تعالی این خبر داده و منت گذاشته، احسان کرده بر پیامبر خود، گفته لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر تو مصرف میکردی تمام آنچه را که در زمین هست، مؤلفت بین قلوبهم، در بین قلوب این مردم نمیتونستی الفت به وجود بیاوری، ولکن الله الف بینهم، الله در بینشون الفت به وجود آورد. انه عزیز حکیم، او شکست ناپذیر با حکمت است. آیه 63 سوره انفال. هکذا کانت الحال بین الاوس و الخزرج. همچنین میبینیم در بین اوس و خزرج در مدینه چقدر جنگ هایی بوده. ولم تکن بقیه قبایل عرب بعیدة عن هذا الواقع. دیگه قبایل عرب هم فرقی نداشتن با اوس و خزرج. هر کدام قبایل با هم دشمن داشتن، هر قبیله با یک قبیله سر ستیز داشت، هر چند وقت یک بار به سر و کله هم میزدن. فقط کانت قلوبهم شتا، قلبایشون پراکنده بود. تثور الحروب بینهم لاتفه الاسباب، به چیزای بسیار بی ارزش میدیدی با هم جنگ های بزرگی شروع کردن. مثلا از جمله حرب بسوس بین دو قبیله بکر و تغلب ابنی وائل، هر دو هم بچه کاکای به اصطلاح، هر دو خاندان پسر کاکاداریه به اصطلاح، که 40 سال به خاطر یک شتری بینشان جنگ بوده. به خاطر یک شتر شروع شده، 40 سالی جنگ ادامه کرده. جنگ داهس و غبرا، چون سیاست واحدی وجود نداشت و بیداری وجود نداشت و درکی وجود نداشت. بین داهس و غبرا، جنگ داهس و غبرا بین قبیله عبس و زبیان، او هم به سبب چی؟ به سبب مسابقه بین دو تا اسب که این هم تقریبا 40 سال ادامه کرد. ایام فجار، جنگ فجار در بین مردم یثرب بوده قبل از اسلام. جنگ هایی که واقع شد در ماهای حرام بین قبایل عرب از حجاز قبل از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم به 26 سال. لحاظا این مشکل، این حالت هم بود. پس لحاظا در شبه جزیره عرب اوضاع سیاسی درستی وجود نداشت، اصلا سیاستی وجود نداشت و لحاظا پیامبر صلی الله علیه و سلم که آمدن یک سیاستی آوردن، معرفی کردن و همون سبب شد که در این منطقه به اصطلاح چی به وجود بیاید؟ سعادت، سلامتی و خوبی به وجود بیاید و این مردم با هم متفق بشوند و همه جمع بشوند و یک سیاست قوی شد که توانست که روابط دیپلماسی داشته باشه با فارس، با روم، با بزرگترین کشورها که پیامبر به اونها نامه نوشت و بعداً در جنگ ها و به حساب مبارزاتی هم که با هم داشتن پیروز شد و غلبه کرد، هم در جنگ خود و هم در فرهنگ خود، و سبب شد که اون کشورها به این دین بیاید و به این فرهنگ در پیشش زانو بزنن و قبول کنن خوبی او را. و لحاظا این برد نظام سیاسی اسلام بود در اون زمان. و لحاظا حالا بعداً میخوانیم بعد از اینکه اوضاع سیاسی قبل از اسلام در خارج شبه جزیره عرب و داخل شبه جزیره عرب متوجه شدیم، حالا میخوانیم الدوله الاسلامیه فی عهد النبوه، دولت اسلامی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم که به دو دوره در زمان پیامبر تقسیم میشه، یکی در دوره عهد مکی، یکی عهد مدنی. باز بعداً میره دوره خلفای راشدین و بعداً که ان شاء الله این مباحث را در جلسه بعدی خواهیم خواند.
الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را حفظ کند و بیداری دینی بدهد و سیاست اسلامی سالمی را در کشورهای اسلامی نصیب بگرداند. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.